خوش آمدید. آیا انتظار می‌رفت که بعد از این حمله خونین خود فرماندهان به استعفا بروند؟ خب این حمله اول نیست. پیش از این هم حملات بر مراکز نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته و این حمله دقیقاً به دنبال حمله بر بزرگترین شفاخانه نظامی در افغانستان صورت میگیره که در اونجا هم دهها کشته و زخمی به جا گذاشت و یکی از حساسترین نقاط امنیتی در داخل شهر کابل در نزدیکی ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. این حمله واقعا یک حمله تکان دهنده برای مردم افغانستان و همچنان مقامات افغان بود. واکنش های تند مردم در شبکه های اجتماعی و در رسانه های عمومی در قبال رهبران ارگان های امنیتیشان نشان دادند و انتقاد شدید کردند. زمانی که بر بزرگترین شفاخانه نظامی در کابل هم حمله صورت گرفت، رؤسا و رهبران ارگان‌های امنیتی به شورای ملی احضار شدند و بر اونا رأی صندوق گذاشته شد تا رأی اعتماد یا عدم اعتماد داده شد، اما از اونجا اینا نجات یافتند. اما این بار خب انتقادها به حد شدید بود که پیش از اینکه اینا دوباره در شورای ملی برای اعتماد یا عدم اعتماد بروند، خودشان استعفا دادن. خب امروز به طور غیر منتظره وزیر دفاع امریکا جیم ماتیس به افغانستان سفر کرد و تا جای ما میدانیم ماموریت دونالد ترامپ به تهیه استراتژی نوی عملکرد در افغانستان سر و کار دارد و آیا معلوم است که مقامدار امریکایی در کابل کدام مسئله ها را بررسی خواهد کرد؟ به احتمال اغلب جنرال جیمز ماتیس هم در ارتباط به استراتژی نو امریکا در افغانستان و همچنان پافشاری روی اصلاحات در ارگان‌های امنیتی افغانستان به شمول وزارت دفاع افغانستان که امروز یک سلسله تغییرات وسیع گفته می‌توانیم که در رهبری وزارت صورت گرفته صحبت‌های خواهد داشت. خب طوری هم گفتیم در حمله خونین چند روز پیش 140 نفر کشته شدند و آیا میتوان گفت که بعد از این حمله مرگبار مذاکرات صلح میان افغانستان با طالبان ادامه خواهد کرد؟ خب مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان میتونیم بگوییم که از چیز کم یک سال قطع است. پس از اینکه رهبر طالبان در منطقه در ایالت بلوچستان پاکستان در نزدیکی سرحد با ایران هدف یک حمله راکت قرار گرفت و کشته شد. در یک مصاحبه تازه‌ای که ما با سفیر افغانستان در پاکستان داشتیم، اینا هم گفتن که یک هیئت بلند رتبه پاکستان به زودی از کابل دیدن خواهد کرد که خیلی مهم دانستنی را برای آغاز پروسه صلح. اما در مجموع با در نظر داشت وضعیت امنیتی در حال حاضر، در روزهای حاضر و حتی گفتم میتونم در هفته‌های آینده، ما نمیتونیم زیاد برای پروسه صلح و یا از سرگیری گفتگوهای صلح بین طالبان و حکومت افغانستان بسیار خوشبین باشیم.